چرا در واقع نمی‌کنی؟ دستشویی بودم. 3 ساعت دارم زنگ می‌زنم. همین کار لباسشویی اومده. قرار بود امروز بیاد. آره دیگه یک شنبه است. چرا به من نگفتی؟ هر چی زنگ زدم در دسترس نبود. خب این دیگه تمومه. خسته نباشی. قربان شما. درست شد؟ نه این موردش سوخته بعد عوض شه. شما وسایلت کجاست؟ وسایل؟ با وسایل ما چیکار می‌کردی؟ ابزار تو ماشین بود خانم گفت اینجاست منم دیگه نیوردم. خب با اجازه خودت. الان باید چیکار کنیم؟ یا قطعه رو بگیرید یا خودم میگیرم براتون میارم هر تو راحتید. الان داری میری بگیری؟ نه اینجا تحریم قطعه‌اش گیر نمیاد. شما همیشه جوراب نمی‌پوشی؟ نه پامو اذیت میکنه. سوالاتون خیلی عجیبه. با اجازه. میگم چرا بهم نگفتین اومده؟ آخه آورده بودمش تو خونه ترسیدم تو بهت. زیر مفت نزنم. الان شک کردی به من؟ فکرای تلافی میکنم. من ذاتم با تو فرق. چی رو چی رفت میگی؟ یک سال به جای زن و شوهر عین خواهر برادر داریم توی خونه زندگی می‌کنیم. انگار هم خونه. برو کثافت کاریاتو جمع کن. فکر کردی یادم رفت داره؟ خانم جونم آقا. این کیه؟ تعمیرکار کولر گازیه. تعمیرکار کولر گازی اینجا چیکار میکنه؟ گمکن خراب شده بود رفت درستش کنه. نباید من خبر بدی کسی رو چی میاری؟ جواب نمیدادی؟ شما همیشه اینجوری میری سر کار؟ چجوری؟ چه وضع جورابات کو؟ کلا جوراب پام نمیکنم. با رکابی میری سر کار لباس کار نداری شما؟ سوال عجیب غریب میپرسی. هر چیزی اینجا میری برای درست کردن؟ داداش این چیزش کولر گازیتون زده بود به فاضلاب آب شهریتون، از آب شهری زده بود به سیفون مقعدتون بعد. این کیه؟ راستشو بگو. گفتم که من وارد مشکلات خانوادگیتون نکنید. به من شک داری؟ آره؟ این چرا به یک تو من شک داری؟ ابزارت کو الان تو چجوری اومدی اینجا تعمیرات چه سر و وضعیه؟ ابزارت کو؟ گذاشته بودم. ابزارش تو ماشین. ابزارش تو ماشین جا نه داده. ابزار خودمونه، برای خونه خودمونه اینا. ابزار تو بدون ابزار میری کار میکنی؟ من به خانومتون گفتم، گفتش که داریم و من نداشتم. گفتی؟ منم اینو گفتم. این چه لباس کاریه؟ تو برای کدوم ارگانی؟ ارگانم. من سوس درست کنم. من الان اوکی شد. خیلی آدم عجیبی هستی. داش من کلا همینم داش. دارم بهت شک میکنم. این یه قطعهش خراب شده. بعد بخری. اینا کلا قطعهش نیست دیگه. من کارم تمام شد. اگه میخوای درست شه تو بعد 12 13 ساعت بری سر کار. من قرار نبود لباس چی رو درست کنی. نه من تو من کار لباسی نبود. من به حساب نمیخواد واریز کنید. حساب شده. من اینجوری آب گرم کن اونجا. من اینجوری با خانومتون حساب همیشه جواب گرم کن لوله درست میکنی؟ من در آقا این سوال عجیب چی میپرسی؟ همیشه با دم پایین میری سر کار؟ جورا ها؟ مراقب باش. پولشونو بده. من بدم. پنج وایسا. حسابش کردم. مهندس این کی بود؟ به من شک داری؟ بعد این همه مدت زندگی واقعا برات متاسفم. برو کثافت تاریخ خودت جمع کن. فکر کردی یادم رفته؟ مثل تو خواهر برادری تو خونه. دست من نمیزنی؟ من که میدونم این کارگر نبود. قسم بخور. من به این شک داشتم. خب این چرا بدون جوراب اومد؟ یه جورابش کو؟ الان درست شد آب گرم کن. آب گرم کن. گفتش که خرابه. چون کبوترم مونس گرفت به چشم تو رام خود